عزیزم اینجا کاری داری؟ جون داداش چی شده؟ میگم اینجا کاری داری؟ بابا من نشستم بالا سر قبر بابام دارم گریه میکنم میگه چیزی شده کاری داری؟ این که نوشته کودک 3 ساله. اوف. خب من وقتی بابام بچه بود مرد. عزیزم اینجا قبر خواهرزاده منه. موتی؟ آره اشتباه بود. من میگم بابا من این قولو بگی نداشت. اشتباه نشستم آقا شرمنده. اون قبر خواهرمه عزیزم. اسم خواهرت هوشنگه؟ نه من فامیلیم هوشنگه. آقا خدا رفتگان شما رو بیامرزم. اشتباه. شوهر خواهرمه نه برادرمه. عممه اون عممه. من میگم این که کفتر رو چیز کرده بود اصلا نشونی بابامه. اون قبر بابامه عزیز من. کفتر رو قبر بابا. آقا شما مشکل چیه داداش؟ ببین برادر من اینجا رو ببین. اینجا همش مال من. اینجا همش مال شما؟ فامیل شما؟ اینا همشون فامیلای من. چجوری از خودکشی کردن از کمی؟ نه تو اتوبوس بودن. تو اتوبوس؟ این همه آدم تو اتوبوس؟ 2 طبقه بود. آره. و تو خود کجا بودی؟ من خواب بودم. تو اتوبوس؟ نه خونه دوستم. حالا بی کس و کار داری میچرخی؟ نه یه دایی ناتنی دارم میرم پیش اون. مواظب اون باش یا عزیزم اونجا نه. بابا میخوام برم بیرون قربونت تو برم. اصلا غلط که میخوام بیرون. ببین اینجا زنونه است. ناراحت میشن. اگه میخوای بری از همون طرف برو بیرون. بفرمایید. شما چه آوردید نسلتون کلا منقرض شده؟ دار تفلون میزنی. فاتو رو سنگا نذار فقط.